سلام، ما برگشتیم با یه غذای خوشمزه سنتی. مواد لازم: بادمجان 6 عدد، لپه 200 گرم، برنج 300 گرم، گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز 1 عدد درشت، رب گوجه فرنگی 2 قاشق پر، گوجه فرنگی 3 عدد متوسط، نمک، فلفل زردچوبه به میزان لازم، آب لیمو ترش 1/2 لیوان، شکر 2/3 لیوان، بعد از اینکه خالی کردیم یه چند تا سوراخ با نوک چاقو به بادمجونمون میندازیم. توی این مرحله شروع میکنیم قاشق مواد رو داخل بادمجونا پر میکنیم. فقط باید خیلی مواظب باشیم که لبه های بادمجون پاره نشن. بعد برای اینکه اون درپوشش سفت بشه با خلال دندون فیکسش میکنیم. و میچینیم داخل قابلمه. خب یه دونه یا 2 تا فلفل دلمه‌ای رو هم اگر با مواد پر کنیم و بذارین داخل قابلمه
باعث میشه طعم دلمه بادمجونمون خوشمزه تر میشه. یه مقداری هم همونطوری که میبینین از مواد داخل بادمجونا رو و همین صورت میریزیم توی قابلمه که اون باعث میشه که هم طعم میده به دلمه هامون، هم آبش لعابدار میشه. در آخر یه چند تا گوجه، اون گوجه هایی رو که داشتیم رو به این صورت خورد میکنیم و میریزیم داخل قابلمه. در نهایت زردچوبه، فلفل و کمی دارچین رو توی ظرفمون میریزیم. به اضافه نمک. میرسیم به مرحله پایانی و اون ریختن مزهشه. اون آب لیمو و شکری که توی دستور اولیه بهتون گفتم اینجا توی این مرحله ریخته میشه. بعد دیگه میذاریم که بجوشه و پخته بشه. این جزء فوتوفن‌های مامان بزرگه که باعث میشه غذاها خوشمزه تر بشه. و حالا دلمه بادمجون خوشمزه مامان بزرگ آماده است. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و حتما امتحانش کنید و لذت ببرید. نوش جونتون. اگر این دلمه خوشقطر رو درست کردید حتما برام بنویسید که چطور شد یا عکسش رو با هم به اشتراک بذارید و نظرتون رو در مورد این دلمه برام بنویسید. چه فرقی این دلمه با دلمه های دیگه داشت از نظر طعم، بافت و مواد؟ خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم. حتما توی کامنت ها برام بنویسید. یادتون نره برای دیدن آموزش های بیشتر ما رو دنبال کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید الان وقتشه. تا آموزش بعدی دلتون شاد، سفره هاتون رنگین و آشپزخونتون پر از عطر غذاهای خونگی باشه. دوستتون دارم.